ستان شروع کردم به داستان از گرفتاری فیروز چند تکان میلان سال 1387 از کابل شدیم روان روزی اولی جدید از کابل شدیم روان سالن بود برف و بارش همراهیم با خدا جان رسیدم شهر قندوز بسد خیال و ارمان گرد و برم جمع بودم یک تعدادی جوانم گرد و برم جمع بودم یک تعدادی جوانم رفتم انگامی دیگری بزاخیل های خوندم خیلی مردم جمع بود در داخل و در میدان بود با انتظار ما همگی خرد و کلان آمدن از راه دور میمان های قدریدان خرد و کلان محفل بود همگی بود شادمان میله و بازی داشتن به هوس و به ارمان میله و بازی داشتن به هوس و به ارمان شب که شد 12 بجه سر ما جور شد فلان سرانگال امرای افراد خدا به آنجا رسان تویا کردن ماسره بی ثبوت و بی نشان قطع چند بوتل شراب خدا رساند میدان شروع کرد توهین آمیز جور کرد ماتمی کلان مقفول لای سر گردید موترهای مهمانان یک گردو وردی چسبید کلکی بود برایشان دشمنای فرهنگان ای خدا جان بشرمان فیروزی قندوزی را آورد بسوی زندان در عقیبش جور نمود صد بهانه و بهتان ژورنالیستای شمال خیلی بودن شادمان خبری این قضیه را هر طرف کردن روان گزارش های گناهگون مردم صاف برایشان رازهای سرانگوانه همگی میکرد پنهان گزارش های گناهگون مردم صاف برایشان به خاطری $5 کار میکرد از دل و جان با این کارهای بیهوده کلنگی بود نگران با این کارهای بیهوده کلنگی بود نگران از گرفتاری فیروز آوازه شد در جهان دشمنایم خرسند بود دوستانیم بود فرایشان سرانوال صاحب خالق یاری سرانوال صاحب خالق یاری خوش بود با این کارشان هر جای داد مصاحبه واز کرد میداد تکان عیبی خود را ندیدن از ما را میداد نشان از تو به 100,000 از طبقی جاهلان همین قسم چهره ها وطن نکردن ویران همین قسم چهره ها وطن نکردن ویران
ثروتن رشوت خوری به شدت داره جریان یک میدانی بزکشیست یک میدانی بزکشیست مثل شهر ناپرسان این که ما هر چیز میگیم هست آزادی بیان راهی میشن در وطن بسد خیال و هرمان در داخل افغانستان در وطن رشوت خوری به شدت داره جریان یک میدانی بزکشیست مثل شهر ناپرسان این که ما هر چیز میگیم هست آزادی بیان مدام میکنن توهین در حقی هنرمندان این از بربادی وطن این از بربادی فرهنگ آگاه باشید دوستان این از آبادی این از بربادی فرهنگ آگاه باشید دوستان پس می آییم با موضوع قضیه نشو کلام 50 روز بودم ما بس با همراهی اسیران مدیری ما بس بوده جنرال سایم شامل خان خط ما خوب رویه کرد تشکر از لطفشان نامش اعلان کنم دگروان سید سرور خان با ما کردن همکاری تشکر از لطفشان 3 وقت نان راهی میکرد حاجی زبی پهلوان دشمنای فرهنگه این خدا جان بشرمون دوست داریم در هر شعبه خیلی بودن پریشان در شعبه قماندان سید نوروزخان بیادر کلام است سر ما از میروان رحیم الله زاهل دعا کرد از دل و جان